ترامپ در واکنش به حمله در کاخ سفید گفت شب بسیار سختی را در واشنگتن سپری کردند و مهاجم را بسیار بیمار خواند. حمله از سوی مرد 31 ساله که به تنهایی و مسلح به ایست بازرسی نزدیک شد و از فاصله نزدیک شلیک کرد صورت گرفت. ترامپ گفت هیچ نشانه ای از نقش ایران در این حمله نیست. با این حال عباس عراقچی پاکستان را ترک کرد و سفر هیئت آمریکایی به ریاست استیو ویتکاف و کوشنر لغو شد. سلام، به نبض خبر از آفاق خوش آمدید. برای بحث بیشتر روی این موارد با دکتر حمیدالله مفید، استاد دانشگاه و آگاه روابط بین الملل از طریق نت وصل هستیم. سلام آقای مفید، این حمله چگونه در چنین سطح بالای امنیتی اتفاق افتاد و چرا با وجود تدابیر شدید یک فرد توانست تا ایست بازرسی برسد و شلیک کند؟ البته با درود مهر خدمت شما همکاران تکنیکی و بینندگان گران ارجتان. ببینید مسائل گاهی بسیار بغرنج پیچیده میشه. در فرصت زمانی که مذاکرات غیر مستقیم در اسلام آباد جریان داره، در این فرصت در نشست سالانه خبرنگاران در هتل هیلتون از 4 به اصطلاح دروازه کنترلی این آدم با یک اسلحه‌اش میگذره، مجرد که میخواد داخل سالن شود گرفتار میشه و حالا در اوایل این مسئله مخفی بود، گویا که کی است. خب ترامپ خبر اصلاح بعداً مصاحبه‌اش انجام میده و خود پیروز میگه هیچ خطر واقع نشده. به هر حال این بیانگر ضعف امنیتی است که در ایالات متحده آمریکا در همه بخش‌ها وجود داره. مناسبات میان رئیس جمهور و نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا با لوید رئیس با برطرفی سبکدوشی بدون چرای به اصطلاح وزیر بخش دریانوردی وزارت جنگ ایالات متحده آمریکا، اینا عوامل هستند که نشان میده که در داخل ایالات متحده آمریکا نسبت به کنش‌ها و واکنش‌های آقای ترامپ جدا مخالفت وجود داره. مردم آمریکا تقریبا به اکثریت به این باور رسیدن، 64% مردم، که این جنگ خواست اسرائیل است و ایالات متحده آمریکا متاسفانه به یک جنگ ناخواسته کشانیده شده. اینا عوامل از این حالت است. ولی به هر حال مردم نسبت به آقای ترامپ بدبین هستند بسیار با عامل از این است. حال اینه که سر ایران انداختن دیگه، که بسیار جالب است که مذاکراتم در این مورد توقف دادن. ببینیم که بعد از چی میشه. و پیش از که به ادامه صحبت شما برم اجازه بدین که 2 مورد کاملا جدید دیگر هم خدمتتون عرض کنم. در نشریه فاکس نیوز نوشته از خانم افرات لاختر، یک خبرنگاری که در یهود دست خوانده و یهودی است و در فاکس نیوز فعالترین چهره است. اون نوشته میکنه که آقای آسمونی یک چهره جاسوس به اصطلاح از سپاه پاسداران ایران میخواد مذاکرات صلح را انجام بده، امکان نداره. و بعد میپردازه به فعالیت‌های جاسوسی اسرائیل، جنگ با آمریکا و اینکه گویا آقای آسمونی، سید آسمونی یا مارشال سید آسمونی لوید رئیس پاکستان یا رئیس استادار تشکیل پاکستان گفته که آقای ترامپ که مثل کرم موریانه واره است. خب اینا عواملی هستن که وادار میشه که امریکا بگرده. باز یک نشریه است از اسپانیا به نام آل پایس. این نشریه به اسناد دست یافته که تلاش بسیار جدی آقای نتانیاهو ای است که به طور قطع باید مذاکرات صورت نگیره، باید دوباره جنگ صورت بگیره. ایالات متحده آمریکا با دربانی با اسرائیل دوباره ایران باید نابود کنن، باید از اسلحه اتمی استفاده شود. این نشریه ال پایس افشا کرده. و آخرترین گپی که میخوام به این مورد خدمت شما به طرف جنگ رفتن دوباره بگم، در حدود 4 ساعت یک تئوری بزرگ افزار جنگی ایالات متحده آمریکا را مستقیما نه سر اروپا میگذاره، از راه بلکایل دور خورده یک فاصله دور به در 2 تا 4 ساعت یک طیاره هواپیما پایان میشه و تا حال 200 پرواز برای تکمیل هسته و افزار جنگی اسرائیل انجام داده. معنیش است که اسرائیل امیدوار به جنگ است، ایالات متحده آمریکا امیدوار به جنگ است، ولی مردم جهان هم از این جنگ نفرت دارند. بفرمایید در خدمت. آقای مفید، ترامپ گفته که این حمله فردی بوده و به ایران هیچ ربطی ندارد. اگر این یک اقدام فردی بود، چرا بلافاصله بحث‌های سیاسی و نام ایران هم با این موضوع گره خورد؟ خب من دلیل خدمت شما عرض کردم که در جریان مذاکرات چو آسمونی بسیار معذرت میخوایم، ما باید بگیم در مذاکرات چه مسائل مطرح شد. در جریان مذاکرات در پیشنهادی ایران که برای که مذاکرات ادامه داده شود، باید به طور یک جانبه ایالات متحده آمریکا توقف محاصره اقتصادی بحری ایران استاپ کنه، توقف بده، محاصره توقف بده و ابی طرح اولش بود.
و قاسم منیر با آقای ترامپ در این مورد صحبت کرد. آقای ترامپ به این توافق رسیده بود که بله ما تلاش میکنیم تا این مسئله را حل کنیم. در این فرصت آقای کوشنر دامادش که یک یهودی است و آقای ویتکاف که یک یهودی است با اسرائیل تماس میگیرن و برای میگن که والا اگه ترامپ توافق استاد کنه تنگه هرمز هم اعلام میشه، مذاکرات به صلح می انجامه. بنابراین باید یک کار صورت بگیره، هم حمله تروریستی یک سازماندهی است، هم توقف مذاکرات یک سازماندهی است و تمام از این تلاش‌ها است. من پیشتر نظریه خانم افرات لاختر را برتان عرض کردم که خب شریف چیزی داره که باید مذاکرات توقف شود. اگه اسرائیل موافق شد مذاکرات توقف بده و دوباره جنگ شروع شود به نفع اسرائیل با هم نیست. از لغو مذاکرات گفتین. لغو سفر هیئت آمریکایی به اسلام آباد نشانه شکست مذاکرات است یا فقط یک توقف تاکتیکی و دوباره آغاز میشه؟ خب البته راه حل مسئله شما توجه کنین که اسرائیل از تمام جهان تجرید شده. اتحادیه اروپا که تقریبا سال 1947 که اسرائیل ایجاد شد تا به حال برای اسرائیل سالانه یک مقدار پول به خاطر از این که گویا رویداد برای قتل عام اسرائیلیا در دوران جنگ دوم جهانی در آلمان صورت گرفته، کل اتحادیه اروپا پول جزیه به سالانه برای تکمیل پول اسرائیل میدادن. اینمی کمک های اقتصادی و نظامی فعلا توقف کرد. تمام اتحادیه اروپا در کل به شمول اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، همه از کشورات آلمان میده دولت تعلیق قرار داد. دوم، پرواز طیارات که به اسرائیل اکمال میکردن تمام از اون فعلا سر اتحادیه اروپا اجازه نداره بگذره از امریکا کنه و تا یک محموله بزرگ طیاره را که میخواستن در میدان هوایی یک کشور اروپایی تا شود بود تا که برای که دوی بال الکتریکی انتقال میدن. این موضوع گیری جهان نسبت به او است. ایالات متحده آمریکا و ناتو در تضاد قرار گرفتن. اتحادیه اروپا علیه امریکا خواسته امریکا را رد میکنه. اتحادیه اروپا که جزء وابسته به امریکا بود امروز تصمیمات مستقل میگیرن. جنگ اوکراین به نفع روسیه پیش میره. روسیه از تمام تعهدات خلاص در روزانه 20 میلیون دلار عاید خالص از نفت خود به دست میاره. موضوع جهان کشور تایلند در حالت مذاکره با چین قرار داره. سفر با رئیس حزب به اصطلاح اکثریتش با چین با مذاکرات مستقیم با یک ما دیگه با هم دشمن نباشیم. اینا کلش عوامل است که ایالات متحده آمریکا را از جهان کلی نسبت به این جنگ تجدید کرد. به خاص اسرائیل بود. ایالات متحده آمریکا هیچ نوع منفعت نسبت به ایران نداره. شما توجه کنید هیچ نوع راکت آمریکا اسرائیل به ایران و آمریکا نمیرسه که تهدید به آمریکا باشه. اگر صاحب اتم شه و اتم ازی به آمریکا نمیتونه رسونه. اون راکت نداره که این فاصله کیلومتری 1000 کیلومتری 10000 کیلومتری طی کنه به آمریکا برسه. این هم ناممکن است. و بنابراین آنچه که خواسته است خواست اسرائیل است که نمیخواد یک کشور نیرومند اسلامی در منطقه وجود داشته باشه. در تغییراتی که به اصطلاح در کشورهای مختلف عراق آورد، در لیبی آوردن، در سوریه آوردن، تغییرات رهبری از او به نفع از او، تغییر رژیم‌ها به نفع اسرائیل، مطیع ساختن کشورهای عربی زیر پیمان ابراهیم با اسرائیل. و یک کشوری که مانند ترکیه یک مقدار ترکیه مناسبات اقتصادی کامل داره، سفارت دارن، ولی یک کشوری که نداره ایرانه. بنابراین ایران باعث یک مانع و به وجه خود همی گروه‌های نیا می‌خواد در صدار از بین بر تا بتونه طرح فکری خود گسترش اسرائیل ادامه بده. این جنگ جانب اسرائیل نداشت. نه منافع امریکا در جمع مطرح است، نه مسئله اتم سازی ایران مطرح بوده، نه هیچ فقط نابودی یک رژیم دیگه ای که مخالف ایران، مخالف امریکا اسرائیل در منطقه بوده رو باید نابود می‌کردن. که موافق نشدن. در فرآیند ایران هم از این جدال، از این جنجال، از این گودال به سلامتی سر به در برده و توانایی جنگی خود داره. ایران میتونه که جنگ بر تقریبا یک سال دیگه ادامه بده. طبق پیش‌بینی‌هایی که یک جنرال انگلیسی به نام الیسا کورک باستاب ساخته و واقعیت انعکاس داده، گفته که ایران دارای 15 تا 20 هزار راکت و درون است که میتونه به تدریج بر سال‌ها ادامه بده. تمام تلفاتی که داده، تلفاتی که در ایران بوده، راکت‌ها و طیاره‌ها و کشتی‌ها همه ساختگی بوده که او را از چین گرفته بود. یک مانور دیگه است که نو افشا میشه. حتی یک طیاره فنجش رفته در عمان مرکز استنکام بمباردمان کرده، کل تال تازه افشا کردن. راکت ایران هنوز فعال است. به هر حال این جنگ به نفع اسرائیل نیست و با واسطه که در هر 2 تا 4 ساعت یک طیاره بزرگ نظامی از ایالات متحده آمریکا در اسرائیل بنشست میکنه. تا حال 200 پرواز انجام داده. هم راکت جدید برای آرون یک میه، آروان، هم برای سپر داوود آورده جدید و هم برای سپر آهنین آورده و تلاش میکنه که اسرائیل دوباره مسئله بسازه امریکا. تمام از اینا فقط خواست اسرائیل است.
و اینکه چرا ایالات متحده آمریکا نه تقریبا در 12 رئیس جمهور قبلی به خواست اسرائیل تن ندادن، چرا آقای ترامپ به خواست اسرائیل تن داد؟ این پرسش است که متاسفانه تا حال جهان دارش. آقای مفید، در صورتی که ترامپ ربط داشتن این حمله به ایران رد کرد و آیا این حادثه امنیتی حالا بهانه برای تغییر مسیر دیپلماسی خواهد شد یا خیر؟ کوتاه اگر اشاره کنید. ما امیدوار هستیم به ترک مذاکرات غیر مستقیم نشه. هر دو طرف پیشنهادهای هر دو طرف در سر دست یکی دیگه گرفتن، هیاتا بازگشت کردن و مراکز اصلی قدرت کم در ایران به اساس پای پاسداران و پارلمان و رهبر ایران است، آقای به اصطلاح خامنه ای، فرزند شهید خامنه ای، اونا هستن تصمیم گیرنده و در ایالات متحده آمریکا هم شخص ترامپ است. اینا نتایج و خواستای دو طرف میبرن. ما فکر میکنم که دوباره باید به اساس پافشاری آقای سید حسین منیر دوباره مذاکرات باید صورت بگیره و به یک توافق باید برسن. اگر نرسن ما فکر میکنم که دیگه جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران دیگه جنگ راکت و درون و طیارات F-16 و F-35 نخواهد بود، جنگ اتمی خواهد بود. ایران هم توانایی جنگی بسیار بالا رفته با استفاده از راکت‌های جدید خود که به نمایش گذاشت. میتونه که اسرائیل بعد از این هم بسیار مجازات کنه و اسرائیل از این هم ترس داره. مسئله است که باید کی عملی اول آغاز کنه و تا ببینه کی به نتیجه میرسه. من فکر میکنم که جنگ بعدی که تمام جهان علیه است یک جنگ وحشتناک خواهد. آقای مفید، میخوایم بپرسم که در جریان این مذاکرات پرتنش اسلام آباد از دو ابرقدرت و دو متحد بزرگ ایران چی خبر؟ چین و روسیه آیا واکنش مستقیم داشتن یا خیر؟ خب البته بازتاب مسائل مناسبات و کمک‌های روسیه، فدراتیو روسیه و جمهوری خلق چین با ایران به دو بود دیده میشه. یکی بود علنی است، یکی بود مخفی است. در اختفا چنانه که رسانه‌ها بازتاب ساختن، به اصطلاح فدراتیو روسیه هزارها قطار کمکی مواد و افزار جنگی به ایران رساندن. چین هم دافع جدید هوا بر ایران داده و توانایی ایران بالا برده. ایران اگه توانایی نمی داشت تنگه هرمز اعلام میکرد. ایران اگه توانایی جنگی کافی نمی داشت در مذاکرات کرنش میکرد. ایران اگه توانایی دفاع از خود نمی داشت در مذاکرات هیاتش سر تسلیمی فرو می‌آورد. ایران هیچ نوع تسلیمی نمیپذیره و چنانه که دو افکار جدیدی که یکی آقای جی دی وانس گفته که به ایران مخاطب ساخته که تنگه هرمز ایران که ویلا برباد میکنیم. در جواب از او آقای داخچی گفته که شما با امور داخلی مداخلت نکنید، 11 تریلیون دلار پول منجمد شما ما را ایران کنید که ما تنگه هرمز اعلام کنیم. یعنی میگه در ما کم از تو نیستیم. هر دو طرف ایران با لجاجت و آمریکا با دخالت میخواین که بالای که دیگر تحمیل کنن. این تحمیل ادامه خواهد داشت ولی ببینید کدام طرف یک مقدار کرنش میکنن. بعد از او شرایط با کدام طرف به نفع کدام طرف خواهد بود. آیا ایران آمادگی کافی برای پذیرش بخش از خواستهای آمریکا خواهد داشت یا نه؟ و ایالات متحده آمریکا از بخش خواستهای بیجای خود صرف نظر خواهد کرد. این میگذره به مذاکرات بعدی. سپاسگزار هستیم آقای مفید از حضور شما در برنامه. تشکر از شما. این بود بحث امروز که تقدیم شما گردید. تشکر از توجهتان. وقت بر شما خوش.